با اعتراف به این که عمل از خودمون به سر ما آمده و میاد، تا خودمون رو اصلاح نکنیم و با خدا ارتباط نداشته باشیم، با نماینده های خدا ارتباط نداشته باشیم، کارمان درست نمیشه. تا رابطه ما با ولی امر امام زمان صلوات الله علیه قوی نشود، آیا کار ما درست میشه بدون اصلاح نفس؟ میشود. تا خودمون اصلاح نکنیم کار درست بشه. تا در عالم راشی و مرتشی و رائش هست کار تمام میشه. باید همین کارها رو بکنیم در بین خودمون اختلاطی نشود، آب آلوده نشود، تا گرفته بشود ماهی ها. در بین خودمون فساد از این بالاتر نره. این یکی. دوم، در خلوتمون با خدا تضرعاتمون، توبهمون، نمازهامون، عباداتمون، مخصوصا دعای شریف عظم البلاء و برح الخفا، اینا رو بخونیم، از خدا بخواهیم برساند صاحب کار را، با او باشیم. حالا اگر رسون که رسون، اگر نرسون دور نریم ازش، از رضای او دور نریم. او میبیند، او میداند حرفایی که ما به هم دیگه میزنیم. او جلوتر، عین الله الناظره و اذنه الواعیه، او جلوتر از ماها میشنود حرف هم دیگر را. بلکه خودمون که حرف میزنیم، این صدا از لب میاد به گوش، فاصله ای دارد. او جلوتر از این فاصله حرف خودمون میشنود، از خودمون، کلام خودمون را. اون وقت ما میتونیم کاری بکنیم که اون نفهمه، میتونیم کاری بکنیم که اون ندانه. بالاخره نمیتوانیم از خدا مخفی بکنیم اعمال خودمون را. قادر است، ناظر است، علیم است، حکیم است. نمیتونیم. تا با اون نسازیم کارمون درست نمیشه. بین خودمون و خدامون در خلوات، از تضرعات، از انابه و از توبه و از طلب توبه، طلب توفیق به توبه، دست بر نداریم. از خدا میخوانیم به توسط انبیا و اوصیاش و وصی حاضرش که در پیش عارفین حاضر است، که ما را منحرف نکند از خدایی بودن و از خداییان و از وسائط امداد خدا. ما را منحرف نکند، بصیر و بینا بکند. خودشناس باشیم، خودی ها را بشناسیم، خدایی ها را بشناسیم. خلاف اینها هم شناخته میشن اون وقت.